توربین LED بعضی ژنراتورشون داخل پوسته توربین قرار داره. وقتی که اتچمنت رو میبندیم و پدال رو میزنیم به این صورت از جلوشون نور میده. یه مدل دیگه توربینای LED هستن که به صورت صفحه‌ایه. وقتی که اینها هم ژنراتور تولید نورشون داخل پوسته توربین قرار داره. وقتی میزنی به این صورت روشن میشه. یه سری توربین های دیگه هم هستن که این ژنراتوری که تولید نور میکنه داخل کوبلینگشون قرار داره. به این صورت که وقتی کوبلینگ رو متصل میکنی به اتچمنت و پدال رو میزنی روشن میشه. به این صورت نور از اینجا